زمانی که سر کوروش کبیر را در کیسه ای از خون فرو کردند، هیچ کس فکر نمی کرد نامش قرنها بعد از مرگش زنده تر باشد. دل تاریخ باستان برخی نامها چنان وزنی دارند که گذر زمان نه تنها آنها را محو نکرده، بلکه پررنگترشان کرده است. یکی از این نامها بی تردید کوروش کبیر است. پادشاهی که امپراتوری ساخت، اما بیشتر با احترام به ادیان و فرهنگ ها شناخته شد، نه تنها شمشیر. امروز می‌خواهیم از مردی بگوییم که فراتر از جنگ سالاری سازنده تمدنی بود که پایه‌های عدالت را بر سنگ‌های امپراتوریش حک کرد. در حدود سال 576 پیش از میلاد در سرزمین پارس کودکی به دنیا آمد که تقدیر برایش پادشاهی در نظر گرفته بود. پسر کمبوجی یکم و نوه آستیاگ شاه ماد بود. اما داستان زندگی او از همان ابتدا رنگ و بوی افسانه به خود گرفت. هرودوت مورخ یونانی نقل می کند که آستیاگ در خواب دید نوه‌اش پادشاهیش را سرنگون می کند. به همین دلیل فرمان قتل کودک را داد. اما این کودک کوروش به دست چوپانی نجات یافت و در کوهستان‌های پارس رشد کرد، بیان که بداند سرنوشت جهان با او گره خورده است. سالها بعد وقتی کوروش به سن جوانی رسید، قیام کرد. او با نیروهای وفادار به خود به نبرد مادها رفت و آستیاگ را شکست داد. امپراتوری ماد که سالها بر فلات ایران حکمرانی می‌کرد به پایان رسید. کوروش بر تخت نشست، اما نه با کینه، بلکه با سیاستی تازه. کوروش پس از آن چشم به غرب دوخت. لیدیه، سرزمین ثروتمند با پادشاهی افسانه‌ای به نام کرزوس، نخستین هدف بود. گفتند که کرزوس با مشورت معبد دلفی تصمیم به جنگ گرفت، اما آنچه نمی‌دانست نبوغ نظامی کوروش بود. سپاه پارس در نبردی سخت لیدیه را فتح کرد. اما درسی که از این پیروزی گرفتیم درباره عدالت است. کوروش کرزوس را نکشت، او را بخشید و این الگوی او در سراسر امپراتوریش شد. سپس بابل، شهری که دروازه‌هایش عظیم و دیوارهایش غیر قابل نفوذ بود، اما مردم آن از ظلم نبونید آخرین شاه بابل به سطوح آمده بودند. کوروش با هوشمندی وارد بابل شد، نه با شمشیر، بلکه با دل مردم. در سال 539 پیش از میلاد بابل سقوط کرد، اما نه با خونریزی و ویرانی، بلکه با ورود مسالمت آمیز کوروش. مردم شهر از او به عنوان رهایی بخش استقبال کردند و اینجا بود که منشور معروف کوروش نوشته شد، سندی به خط میخی بابلی که در آن از احترام به خدایان بومی، بازگرداندن مجسمه ها به معابد و آزادی اقوام گفته شده است. این منشور بعدها به دست باستانشناسان کشف شد و به یکی از شناخته شده ترین اسناد جهان باستان بدل شد. در آن کوروش خود را پادشاه جهان معرفی نمی کند، بلکه می گوید خدای مردوک مرا برگزید تا صلح را بازگردانم. این لحن با تمامی فرمانروایان زمان متفاوت بود. اگر این لحظه برایت همانقدر شگفت‌انگیز است که برای من، کانال را دنبال کن. اینجا افسانه ها را با دقت تاریخ می سنجیم. مرگ کوروش مانند زندگیش با افسانه آمیخته است. برخی منابع میگویند او در جنگ با ماساگتا به رهبری ملکه‌ای به نام تهمریش کشته شد. روایت هرودوت میگوید پس از کشتن پسر تهمریش، کوروش در کمینی گرفتار شد. تهمریش سرش را برید و در کیسه‌ای از خون فرو کرد و گفت اکنون آنقدر خون بخور که سیر شوی. اما منابع بابلی چیز دیگری میگویند. آنها زمان مرگ او را دقیق ثبت کردند، اما نه از جنگ میگویند و نه از خون. فقط خاموشی یک پادشاه را ثبت کردند. این تفاوت روایت‌ها شکاف میان افسانه و واقعیت را پررنگتر می‌کند. در پاسارگاد آرامگاهی است ساده، دور از شکوه کاخهای دیگر. بر آن جمله‌ای حک شده که تاریخ آن را چنین نقل کرده: ای انسان، من کوروش هستم، پادشاه بزرگ، امپراتوری ساختم، اما اکنون بر من گریه نکن، بر خودت بیندیش.
آیا واقعاً کوروش این را گفت؟ یا این جمله ساخته ذهن‌هایی است که هنوز از عظمت او در شگفتند؟ شاید هیچ وقت ندانیم، اما آنچه مسلم است این قبر ساده از هزاران کاخ و تندیس پرشکوه‌تر است، زیرا نماد فروتنی است. منشور کوروش از سوی برخی به عنوان نخستین اعلامیه حقوق بشر شناخته شده. اما آیا واقعاً چنین است؟ برخی مورخان غربی معتقدند این صرفاً یک متن تبلیغاتی رایج در سنت پادشاهان بابل بود. اما فارغ از بحث تاریخی، آنچه مهم است تأثیری است که این سند گذاشته از سازمان ملل تا ذهن میلیون‌ها نفر در جهان. کوروش تنها یک پادشاه نبود. او آغازگر نوعی حکومتداری انسانی و اخلاق محور بود. حکومتی که در آن بردگان آزاد می شدند، اقوام حق بازگشت داشتند و خدایان دوباره به معابد باز می گشتند. چه اینها واقعی باشند یا نه، چیزی از بزرگی کوروش کم نمی کند. اگر هنوز نمی دانی که کوروش کی بود، دنبال کن. این فقط آغاز داستان است. ماجراهایی در پیش داریم که مرز بین افسانه و واقعیت را محو می کند. کوروش کبیر نه فقط پادشاهی بزرگ، بلکه روایتی ماندگار در ذهن بشریت. آنچه باقی مانده فقط سنگ و خاک نیست، بلکه پرسشی است بی پاسخ. چرا هنوز پس از قرنها نامش اینقدر زنده است؟ شاید برای اینکه کوروش فقط یک شاه نبود، بلکه رؤیای تحقق عدالت بود.